بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. با سلسله دروس تفسیر قرآن کریم از کتاب الجامع لاحکام القرآن با شما هستیم. بابی را که امروز شروع میکنیم درباره این است که با احادیث ها و سنت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ما قرآن کریم را باید تفسیر نماییم. معنای این سخن این نشود که هنگامی که آیت را از قرآن کریم باید تفسیر که کردیم، اولین چیزی که ما نگاه میکنیم در احادیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم و سنت رسول الله هست که در آن تفسیر از کلام الله وجود دارد یا نه و چگونه احادیث و سنت رسول الله بیانگر کلام الله عزوجل است. آیت ها و دلیل ها را امام قرطبی رحمه الله ذکر می نماید. اولین آیت این است که قال الله تعالی وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم. در این آیت الله عزوجل به پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم می فرماید که ما قرآن را برای تو نازل کردیم تا تو بیان سازی به مردم هر آن چیزی که در قرآن کریم از احکام و شریعت هست. یعنی در این آیت دلالت است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بیانگری قرآن کریم هست. و در آیت دیگری می فرماید الله عزوجل که فلیحذر الذین یخالفون عن امره ان تصیبهم فتنة او یصیبهم عذاب الیم. در این آیت الله عزوجل می فرماید و آن کسانی که سعی می کنند که در اوامر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم مخالفت نشان بدهند، از آن بترسند که بر سبب مخالفت نشان دادنشان در اوامر رسول الله بر بالای آنها مصیبت وارد شود به سبب سرکشیشان یا اینکه دچار عذابی سخت بشوند. و این آیت هم دلالت بر آن کرد که رسول الله صلی الله علیه و سلم بیانگر قرآن کریم است و اطاعت نمودن رسول الله برای هر یک فرد واجب است. و الله عزوجل در آیات زیاد اطاعت نمودن رسول الله صلی الله علیه و سلم را به ما فرض گردانیده است. الله عزوجل می فرماید و ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. در این آیت الله عزوجل می فرماید هر آن چیزی را که رسول الله صلی الله علیه و سلم از نزد الله عزوجل به ما آورده است و فهمانیده است اطاعت نمایید و از هر آن چیزی که رسول الله شما را نهی می کند از آن دوری جویید. این یک چند آیت بود درباره اینکه رسول الله صلی الله علیه و سلم بیانگر کتاب الله عزوجل است. سپس امام قرطبی رحمه الله با ذکر اثرها درباره اینکه پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم بیانگر قرآن کریم است شروع میکند و میفرماید از عبدالرحمن ابن یزید نخعی که شخص فقیه هستند میفرماید شخصی را دید که احرام بسته است اما در احرامش بعضی از لباسهای غیر احرامی دارد. فنهى المحرمه، این شخصی احرامدار را از اینکه در تن لباس غیر احرامی داشت از این کار نهی کرد. گفت نباید در تن لباس غیر احرام داشته باشی. فقال، یعنی همین شخصی در تن لباس غیر احرام داشتگی گفت ایتینی بی آیت من کتاب الله تنزع ثیابی، یک آیت از کلام الله عزوجل بیار برای من که لباسی که غیر از احرام در تن دارم را برارم. قال، یعنی عبدالرحمن ابن یزید گفت و ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا، یعنی هر آن چیزی که رسول الله صلی الله علیه و سلم از احکام و شریعت برای ما آورده است را باید بگیریم و از هر آن چیزی که ما را نهی نموده است از او دوری جوییم. یعنی نهی نموده است رسول اکرم صلی الله علیه و سلم که انسان در تن غیر لباس احرام چیزی دیگری داشته باشد هنگام طواف و هنگام احرام پوشیدن. و روایت دیگری آمده است از هشام ابن حجیر میگوید کان طاووس، یعنی یکی از فقیهان این نامش طاووس است، سال 106 هجری وفات کرده است. کان طاووس، همین شخص همین فقیه طاووس یصلی رکعتین بعد العصر، 2 رکعت نماز نفل بعد فریضه نماز عصر میخواند. فقال ابن عباس اترکهما، حضرت عبدالله ابن عباس که صحابی جلیل است طاووس را نهی نمود از اینکه بعد نماز فریضه عصر 2 رکعت سنت یا نفل بخواند.
اما طاووس خیال میکرد که این نهی در حالی هست که انسان اگر خواندن 2 رکعت نفل را بعد فریضه نماز عصر در خود سنت قرار بدهد و میگوید که فقال انما النهی عنهما ان تتخذ سنتا. حضرت عبدالله بن عباس را میگوید که نهی که شما مرا میکنید در حال میشود که اگر من سنت برای خود قرار بدهم 2 رکعت نماز خواندن بعد فریضه عصر است. فقال ابن عباس، حضرت عبدالله بن عباس در جواب به طاووس میگوید که قد نهى رسول الله صلی الله علیه و سلم عن الصلاة بعد العصر. رسول الله صلی الله علیه و سلم نهی نمودن از نماز نفلی خواندن بعد نماز فریضه عصر. فلا ادری اتعذب علیهما ام تؤجر. نمیدانم که آیا تو در این 2 نفلی که بعد نماز عصر میخوانی آیا در این ثواب میگیری یا اینکه عذاب میگیری، به خاطر اینکه تو مخالفت امر رسول الله صلی الله علیه و سلم را میکنی. لان الله تعالی قال وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيارة من امرهم. چرا اینکه الله عزوجل در آیت کریمه فرموده است که هرگز مؤمن و یا مؤمن زن حق ندارد در آن چیزی که الله عزوجل و پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم قضاوت و حکم نموده اند در آن امر، یعنی نظر و یا اینکه حکم و یا اختیار از نزد خود داشته باشند در آن چیزی که الله و رسولش قضاوت و حکم نموده اند. یعنی رسول الله صلی الله علیه و سلم نهی نموده است که بعد نماز عصر نفل بخوانی، پس نباید بخوانی. تمام این آیات و بعضی از اثرهایی که ذکر نمودیم دلالتگر بر آن هستند که احادیثی که ثابت شده است از رسول الله صلی الله علیه و سلم و به ما رسیده است، تمام اینها حجتند که بر آن باید عمل نماید انسان. و اما روایتی که ذکر می نمایند که می فرماید رسول الله در اون که اذا جاءكم الحديث فاعرضوه على كتاب الله فإن وافقه فخذوه وإن لم يوافقه فردوه فإنه حديث باطل لا اصل له. یعنی روایتی هست که گویا رسول الله صلی الله علیه و سلم فرموده باشد که اگر یک حدیثی که از من به شما برسد و شما اون حدیث را اول گرفته به کتاب الله عزوجل برابر کنید که اگر در کتاب الله عزوجل وجود داشته باشد پس او را بگیرید و اگر موافقت نکند و از کلام الله عزوجل نباشد پس او را رد نمایید، این حدیث باطل است و اصل ندارد. چگونه ای که ذکر نمودیم حدیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم خود حجت هستند و نیازی نیست که از کلام الله عزوجل برای حجت بودنی احادیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم دلیل بیکاویم. بعد از آنی که برای ما معلوم شد که کتاب الله عزوجل را با سنت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم می شود شرح و بیان نمود، باید ما بدانیم که احادیث و سنت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم چگونه کلام الله را بیان می سازد. بیانسازی سنت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بر 2 نوع می شود. نوع اول این است که بیان لمجمل فی الکتاب، هر آن چیزی که در کلام الله عزوجل مجمل آمده است رسول الله و سنت رسول الله بیانگری این مجملات قرآن کریم هستند. بمانندی که بیانه للصلوات الخمس فی مواقیتها، بمانندی بیان ساختنی نماز 5 وقته در وقتهایی که سنت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم معینش می سازد، و سجودها و رکوعها، و چگونه سجده باید بکنی و چگونه رکوع باید بکنی و چند تا سجده و چند تا رکوع، تمام اینها را سنت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بیان می سازد. و سایر احکامه، و این چنین دیگر احکامی که متعلق به نماز 5 وقته است، تمام اینها را سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم میفهماند، به مانند طهارت جا، طهارت مکان، استقبال قبله و دیگر احکام. و که بیانه لمقدار الزکات و وقتها، و این چنین سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم کتاب قرآن را اینگونه بیان میسازد که زکاتی که الله عزوجل در قرآن به ما فرض گردانیده است مقدارش معین نیست و کی برآوردنش معین نیست و دیگر احکامی که متعلق به زکات است. ما چیزی در قرآن کریم از سایر احکامی که متعلق به زکات می شود را در نمیابیم. برای همین
در احادیث و سنت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم تفصیلات این امور را میتونیم در بیابیم. و ما الذی تؤخذ منه الاموال، و اینچنین کدام اموال را میشود زکات داد، این را نمیدونیم. در قرآن کریم آمده نیست و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم بیان ساخته است که در شتر و در دیگر اموالی که معین کرده است احادیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم و بیانه لمناسک الحج، اینچنین در باره حج، فریضه حجی که الله عزوجل برای مؤمنان قرار داده است، ما چگونه حج نمودن و چه مناسک دارد حج را، تمام اینها را در قرآن مفصل ذکر شدگی نیست، تمام اینها مجمل ذکر شده است در قرآن. برای اینکه ما بفهمیم چی مناسک و چی احکام را دارد حج در خود، ما باید از سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم استفاده کنیم تا اینکه بفهمیم چی چیز بر ما واجب و فرض است. چون که رسول الله صلی الله علیه و سلم هنگامی که به مردم حج می نمود فرمود که خذوا عنی مناسککم، یعنی مناسکی که حج در خود دارد را از من بیاموزید. چون که در کلام الله عزوجل این مناسک تمام اینها ذکر شدگی نیست. و اینچنین در مسئله نماز خواندن رسول الله صلی الله علیه و سلم می‌فرماید صلوا کما رأیتمونی اصلی، نمازتان را همانند که من می‌خوانم همین گونه نمازتان را بخوانید. چون که الله عزوجل طرز نمازخوانی را در قرآن کریم ذکر ننموده است. و روایت از ابن مبارک آمده است که از عمران ابن حسین گفت به یک مرد که انک امرؤ احمق، یعنی تو یک شخص احمق هستی. اتجد الظهر فی کتاب الله اربعا، یعنی آیا تا کنون در کتاب الله عزوجل خواندی نماز ظهر پیشین را 4 رکعت باشد، لا یجهر فیها بالقراءه، اینچنین در قرائتی که در نماز پیشین میکنی نباید قرائت را با صدای بلند بکنی، این را در کتاب الله عزوجل یافتی. ثم عدد علیه الصلاة و الزکات، اینچنین تمام نماز و زکات و دیگر احکام متعلق به مسلمانان هست را ذکر نمود. گفت آیا اینا را در کتاب الله عزوجل میابی؟ و نحو هذا. ثم قال اتجد هذا في کتاب الله مفسرا، آیا این تمام اینها را در کتاب الله عزوجل دیده ای که تفسیر نماید؟ این کتاب الله تعالی ابهم هذا، کتاب الله عزوجل تمام اینها را مبهم ذکر نموده است، بیان نساخته است. و این السنه تفسر هذا، و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم است که تمام این امور را برای ما تفسیر و بیان میسازد. این یکمین نوع از بیان کلام الله عزوجل با سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم است. این هم آن است که سنت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم مجملات کلام الله را بیان میسازد. و اما نوع دیگری که سنت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم کلام الله عزوجل را بیان میسازد این گونه هست. و بیان آخر هو زیادة على حکم الكتاب كتحریم نکاح المرأة على عمتها و خالاتها. نوع دویومی که احادیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بیانگر کلام الله عزوجل است، این هم طرزی هست که کلام الله عزوجل حکم را برای ما بیان میسازد و احادیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بر بالای این حکم الله عزوجل حکم زیادتی برای ما می آورد. به سبیل مثال در سوره نساء الله عزوجل فرموده است که کدام زنها برای مرد حرام است که نکاح نماید و در آیت ذکر نموده است عمه، مادر، خواهر، اپا و دیگر افرادی که برای شخص حرام است نکاح آنها. سنت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم چگونه بیان می‌سازد؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم می‌فرماید که هنگامی که انسان زنی را می‌گیرد پس نمی‌تواند که عمه این زن را و یا خاله این زن را در خود به نکاح بگیرد تا مادامی که این زنش در نکاحش هست. اگر این زنش از نکاحش برآمد و یا اینکه طلاقش داد و یا اینکه وفات کرد، پس این شخص میتواند عمه‌اش و خاله این زن را در نکاح خود بگیرد. اما در قید حیات با هر دوی اینها جمع نمودن سنت رسول الله این کار را معن میسازد. یعنی هر مسائلی که دارای احکام است و مفصل در قرآن کریم ذکر نشده است، احادیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم و سنت رسول الله میتواند بیانگری این گونه مسائل باشد و احکامی که زیادتی باشد
احادیث و سنت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به ما میفهماند. همانند خوردن گوشت خر اهلی که آیا خوردن خری که خانگی است آیا می شود این را گوشتش را خورد یا نه، در قرآن کریم نیامده است، اما احادیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بیان می‌سازد که حرام است. و در این مسئله بیان زیادتر در داخل کتاب خواهیم خواند ان شاء الله تعالی. و در اینجا امام این باب را در اینجا به اتمام میرساند و شروع به باب دیگر میکند و ما هم در اینجا حلقه را به اتمام میرسانیم و تا حلقه آینده در امان الله عز و جل باشید. و السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته.